من تنها گروهبانی هستم که شاه رو در بوینگ 707 برای خروج از ایران همراهی کرد. سال 31 حدوداً یک سالی از ورود به آموزشگاه گروهبانی میگذشت. شاه تصمیم گرفت همراه با ملکه زیبای ایران ثریا به سفری در جنوب ایران برد. در اون سالهای سیاه که توده‌ها قدرت زیادی داشتند و مصدق نخست وزیر بود، شایعه شده بود که کمونیست‌ها قصد خرابکاری در راهن رو دارند. برای همین امر سرهنگ تیمور بختیار فرمانده تیپ سوم کوهستانی منو مأمور پاسگاه ازنا کرد و قرار شد در شب عبور ارتش شاه هروندهایی از بوته رو در مسیر راهن جمع کرد و آتش بزنیم تا شاه از امنیت راه اطمینان حاصل کنه. صبح روزی که معین شده بود ارتش شاه از ایستگاه ما عبور کنه، بارون شدید گرفت و برای همین دستور دادم سربازها بمب‌های آب خود رو با بنزین پر کنند تا بوته‌ها بهتر آتش بگیرند. شب شد و قبل از عبور ارتش شاه با وجود بارون شدید تمام بوته‌های ایستگاه ازنا را آتش زدیم. صبح روز بعد بختیار رو دیدم گفت تو آبروی منو پیش شاه خریدی. به جز تو هیچ ایستگاهی موفق به آتش زدن بوته‌های خودش نشده بود و به خاطر این موفقیت شاه شخصا دستور ورود تو به گارد شاهنشاهی رو دادند. زمان حج بود و هواپیمای ایرانی دائما بین ایران و عربستان در حال پرواز بودند. قرار بود برای بازگشت شاه و ملکه و همراهانشون از سفر تفریحی به سوئیس یک هواپیمای ملی بوینگ 727 که از جده برمیگشت رو در فرودگاه مهرآباد زیر نظر بگیرد. وقتی که هواپیمای حجاج نشست تو پاویون سلطنتی، هواپیما رو پارک کردم و کارهای جزئی انجام شد. بعد از سوار شدن مسافرین، مهرآباد رو به رأس فرودگاه هیتروی لندن ترک کردیم. بعد از فرود 2 ساعتی که از بازدید روغن موتور هواپیما گذشت، فرودگاه هیترو به قصد زوریخ ترک کرد. 50 دقیقه بعد به زوریخ رسیدیم. وقتی گروه پرواز از هواپیما خارج شدند، به پلیس‌های سوئیسی که داخل ماشین نشسته بودند، اسامی افرادی که مجاز بودند داخل یا زیر هواپیما رفت آمد کنند رو دادند. پلیس سوئیس وقتی که برای حفاظت می اومد، برای هر 24 ساعت 700 فرانک سوئیس به عنوان فوق‌العاده دریافت می‌کرد. که 500 فرانک اون فقط برای سگ محافظش بود. توی شب سگ نگهبان سوئیسی به اندازه 15 روز یه مأمور ایرانی حقوق می‌گرفت. به هر حال زندگی همیشه و همه جا منصفانه نیست. بعد از پوشیدن لباس کار، مشغول بازدید اساسی بر اساس چک لیست شدیم. از دم هواپیما محل‌های حساس و فنی رو بررسی می‌کردم تا اینکه به داخل توالت رسیدم. پشت محل نشین من صفحه بزرگی بود که با پیچ به بدنه وصل شد. وقتی که صفحه رو برداشتم و چراغ قوه رو داخل اون انداختم، چشمم به بسته‌های خورد که مثل بمب ساخته شده بودن. فکر کردم که داخل هواپیما بمب گذاشته. بدون اینکه به بسته‌ها دست بزنم، مأموری را صدا کردم که فوراً از هواپیما خارج شید و همراه پلیس سوئیس از هواپیما فاصله بگیرید. بعد از خروج مأموری با احتیاطی که از بسته‌ها را حرکت دادم و با وسایلی که داشتم بسته را باز کردم. چشمم به یه ساعت خورد. فکر کردم که این بسته بمب و این ساعت هم برای تنظیم زمان انفجار هست. اما هرچی گشتم سیمی پیدا نکردم. اصلا بیشتر باز کردم و ساعت‌های دیگه پیدا کردم. مطمئن شدم که این بسته‌ها بمب نیستن. داخل یکی از بسته‌ها 25 تا ساعت بود. در مجموع 1000 ساعت همراه با رسید خرید از محفظه پشت توالت پیدا کردم. وقتی که بصیری نماینده ایران ایر رو خواستم داخل هواپیما و ماجرا رو بهش گفتم، گفت خواهش میکنم اجازه بدید با تیمسار خادمی در لندن تماس بگیرم. از شما هر اقدامی لازم انجام بدید. بعد از تقریباً 15 دقیقه بصیری برگشت. تیمسار گفتن ساعت‌ها مال خودت. ضمناً $10,000 همین امشب به حساب شما تو سوئیس واریز میکنه. خواهش میکنم این مطلب رو به کسی نگید. به تیمسار بگید قسم خوردم به شاه دروغ نگم و به کشورم خیانت نکنه. بصیری رفت پای تلفن خیلی عصبانی برگشت. شهبازی اشتباه کردی. فقط خودتو پیش تیمسار خادمی خراب کردی. جناب سرهنگ وزیری با شما تلفنی کار داره. آقا من دستور میدم ساعت‌ها رو تحویل نماینده ایران ای بدید. شما نمیتونید در این باره به من دستور بدید. فقط باید شاه به من دستور بده و السلام. آقا تیمسار دکتر عیادی به بنده فرمودند ساعت‌ها رو تحویل بگیرم. حالا دکتر عیادی به شما دستور میدن که ساعت‌ها رو بدید. ایشون هم نمیتونن دستور بدن. شما بد میبینید. من افتخار میکنم به جرم انجام وظیفه تنبیه هم کنم. بعد از نیم ساعت دیگه دوباره بصیری اومد.
تیمسار دکتر ایادی با شما کار دارن. با من؟ بله. الو. من دکتر ایادی هستم. به شما دستور میدم که فوراً ساعت‌ها رو تحویل آقای بصیری بدید. فهمیدی؟ من هم علی شهبازی هستم. دستور شما برای من قابل اجرا نیست. خیلی پررو شدی. پدرتو در میارم. فردای اون روز شنیدم وقتی دکتر ایادی از طرف من ناامید شده بود، پیش شاه شکایت منو کرده بود. این مأمور آدم بی‌تربیتیه. فکر میکنم با جای رابطه داره. این ساعت‌ها خطرناکه. من میخواستم از هواپیما دورشون کنم. ولی این مأمور سماجت میده. عواملی صادر فرمایید ساعت‌ها تحویل ایران‌ایر شود. صبر کنید تا صبح در فرودگاه از خودش سوال کنید. صبح که شد، شاه و فرع و همراهان وارد فرودگاه شدند. به محض اینکه شاه از ماشین پیاده شدن، من که با لباس کار بودم و صدا زدم. جریان این ساعت‌ها چیست؟ قربان، هنگام بازدید تعداد 1000 عدد ساعت در بسته‌های 25 تایی 50 تایی از پشت توالت هواپیما پیدا شد. میگویند این ساعت‌ها بمب است و در پرواز خطرناک. خلاف به عرض شما رسوندم. میتوان در بمب از ساعت استفاده کرد، اما ساعت خودش بمب نیست. ضمناً تمام اونها رو دونه دونه بازدید کردن. رو کردم به خلبان عبدالله فرد. نظر شما چیست؟ با گفته‌های آقای شهبازی موافقم. وقتی که شاه وارد هواپیما شدن، از من پرسیدن ساعت‌ها کجاست؟ انتهای هواپیما. شاه و فرع و دکتر ایادی و تعدادی از همراهان برای دیدن ساعت‌ها اومدن. پاکت بزرگی از ساعت‌ها در اون بود و بیرون آوردن و جلوی شاه و فرع گذاشتن. ملکه از من پرسیدن تو از کجا میدونستی که اینجا این همه ساعته؟ این چه سوالی است که تو می‌کنی؟ یک چک لیست دارد در مواقع پرواز تمام جاهای هواپیما رو بازدید می‌کند. اعلیحضرت رو کردن به من و گفتن بگو چطور اینها رو پیدا کردی؟ در این موقع سرهنگ وزیر جلو اومد و گفت قربان. تو که با ما داخل هتل بودی. بگذار کسی که پیدا کرده خودش بگوید. بعد از اینکه ماجرای ساعت‌ها رو تعریف کردم گفتن وقتی که به تهران رسیدی خودت یک نماینده از گمرک و یک نماینده از آگاهی احضار می‌کنی. طبق صورت جلسه ساعت‌ها رو تحویل اونها میدی. یک نسخه هم به دفتر من میفرست. رو کردن به دکتر ایادی. این ساعت‌ها چقدر ارزش داره؟ در حدود 1 میلیون تومان. داخل این ساعت‌ها ساعت 16000 دلاری هم هست. صورت ساعت‌ها رو که مبلغ خرید اون ذکر شده بود رو در آوردم. گفتم 1,400,000 دلار هزینه خرید این ساعت‌هاست. این هم صورت خرید مربوط به جده که داخل بسته‌ها بود. در این لحظه ملکه دیگه خیلی احساساتی شدن و انگشتری که در دست داشتن رو بیرون آوردن. شهبازی بیا این انگشتر رو بده به خانومت. داخل هواپیما همراهان شاه و فرم میومدن و میگفتن شنیدیم تیمسار خادمی گفته ساعت‌ها مال خودت، به کسی چیزی نگو. چرا قبول نکردی؟ اگه قبول می‌کردی زندگی عوض می‌شد. به کسی هم لطمه‌ای نمی‌خورد. بالاخره ما یه نفر رو دیدیم که جواب دکتر ایادی رو داد و جلوش وایساد، اما باید منتظر باشی، بالاخره این آدم بیکار نمیشه، یه کاری علیه تو میکنه. هر وقت ایشون کاری کرد من هم جوابشون میدم. به فرودگاه مهرآباد که رسیدیم بعد از پیاده شدن شاه و ملکه و تحویل دادن چمدون‌ها و صندوقخونه، ساعت‌ها رو برداشتم که به داخل ماشین ببرم. دیدم که سرهنگ وزیری جلو اومدن. بهتر این ساعت‌ها شب داخل صندوق ضد اطلاعات نگهداری شه. خیر جناب سرهنگ، شما که اونجا داخل هواپیما بودید، دیدید شاه چه دستوری داده؟ من برای حفظ جون تو این حرفو زدم. خودت میدونی. شما ناراحت نباشید، من کارام بلدم. شب رو صبح کردم و ساعت 8:30 به دفتر ضد اطلاعات رفتم. از اونجا به آگاهی گمرک تلفن کردم و از هر کدوم یه نماینده خواستم. نماینده آگاهی سرکار اناری به سرهنگ وزیری گفت جناب سرهنگ، از کجا معلوم که تعداد این ساعت‌ها بیشتر از این نبوده؟ نکنه مأموری که اونا پیدا کرده تعدادی از اونها رو برداشته باشه؟ خیر، اون مأمور همینجا پیش شما ایستاده. من در اینجا کاری نیستم. خود ایشون ساعت‌ها رو پیدا کرده و قبل از اینکه کسی بفهمه، مدیر عامل هواپیمای ملی به ایشون پیشنهاد کرده که ساعت‌ها مال خودش باشه. اما ایشون قبول نکرده. شما چطور این حرفو بدون مقدمه زدید؟ وقتی که صحبت وزیری اناری تموم شد، مأمور گمرک که شخص فهمیده و باسوادی بود گفت آقایان آگاهی مرتب با دزد و جیببر سر کار دارند و به همه مشکوکن. آقای شهبازی به بزرگی خودشان میبخشند. اصولا کسی که نمیتونه خانواده خودش رو اداره کنه نباید درباره دیگران حرف بزنه. آقای اناری، در اداره آگاهی آدم از شما درست‌تر پیدا نمیشه. من شما رو خوب میشناسم، شما همسایه مادر خانم و من هستید. البته من نباید این کارو بکنم، ولی چون آدم خودخواهی هستی و درباره دیگران قضاوت می‌کنی، بیا این لیست رو ببین. صورت قیمت ساعت‌ها رو بهش نشون دادم. به نماینده گمرک هم گفتم شما که انگلیسی میدونید، این رو ایشون بخواید. نماینده گمرک نامه رو خوند و قیمت خرید و تعداد ساعت‌ها رو نشون داد. اناری شرمنده شد و شروع به عذرخواهی کرد. عذر میخوام آقای شهبازی، عذر میخوام.
بالاخره تمام ساعت‌ها رو صورت جلسه کردیم و تحویل دادم. بعد از 1 ماه یکی از ساعت‌ها که زنجیر طلا داشت و به گردن آویزون می‌شد و تو گردن خانم سرکار اناری نماینده آگاهی دیدم. پرسیدم خانم چه ساعت قشنگی، چند خریدید؟ شوهرم خریده، نمیدونم. این ساعت من به شوهر شما دادم، یکی هم نبود، 1000 تا بود. به شوهرتون بگید شهبازی گفت واقعا ثابت کرد چه کسی دزده. موضوع چیه؟ شما به شوهرت بگو این رمز بین من و اون. یه روز که جلوی اتاق افسر نگهبان کاخ نیاوران ایستاده بودم، یکی از مامورین صدا کرد تیمسار خاتمی با شما کار دارد. خب گوش دار شهبازی، اگه یه مرتبه دیگه بگی که داخل هواپیما ساعت پیدا کردی، زبونتو میبرم. فهمیدی؟ برو دیگه شو، فضولی نکن. من افتخار میکنم در اصل درستکاری جونم رو از دست بدم. کار خلافی نکردم. ضمناً پیش شاه میرم و جریان این تعطیل رو بهش میگم. پیش فرمانده گارد تیمسار هاشمی نژاد رفتم. تیمسار من نمیدونم جریان چیه که تیمسار خاتمی اینطور با من صحبت میکنه. من به عرض شاه میرسونم. ناراحت نباش شهبازی. همین که خواستم از دفتر بیرون بیام، شهبازی صبر کن با هم بریم داخل کاخ. داخل کاخ رفتیم. شاه تازه از دفتر بیرون اومده بودن و به خوابگاه سلطنتی نرفته بودن. هاشمی نژاد احترام کرد و جریان رو به شاه گفت. خاتمی کجاست؟ یکی از پیشخدمت‌ها گفت داخل سالن هستن. خاتمی رو صدا زدن و اومد. وقتی دید من و هاشمی نژاد پیش شاه هستیم، فهمید موضوع بریدن زبون مطرح کرده. شاه از خاتمی سوال کرد مگر تو می‌خواستی ساعت قاچاق وارد ایران کنی؟ خیر اعلی حضرت. پس به تو چه مربوط که شهبازی از داخل هواپیما ساعت پیدا کرده یا نه؟ که می‌خواهی زبون اون رو ببری. هر کسی در این مملکت خوب کار بکنه، باید از بین بره. این آخرین بارت باشه که در کاری که به تو مربوط نیست دخالت می‌کنی.